حدیث قدسی درباره قائم آل محمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث معراج از قول خداوند چنین فرمودند: به وسیله قائم از شما خاندان زمین را آباد می کنم. با تسبیح یعنی خدا را تسبیح گفتن و ستودن، و تقدیس و تهلیل یعنی گفتن لا حول ولا قوت الا بالله، و تکبیر یعنی گفتن الله اکبر، و تمجید من، و به وسیله او زمین را از دشمنانم پاکسازی می کنم و اولیای خودم را وارث زمین می سازم، و به وسیله او کلام و سخن کافران را پست و پایین و کلام و آیین خودم را برتر و بالاتر قرار می دهم. بهارالانوار جلد 18 صفحه 342.